الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، برادر سوال نمودند که آیا طلبی مدد کردن، طلبی کمک کردن از مرده ها جایز است یا نه؟ بارک الله فیکم. طلبی مدد کردن از مرده ها بمانند این که امروزها مشرکین و عباد القبور میگویند اولیا به من مدد نمایید، ای انبیا یا رسول به من مدد کنید، کمک کنید. یا که از خضر علیه السلام طلبی مدد میکنند، میگن که خضر مدد کن، یا که یا علی مدد میگویند. حتی بعضشون از ابو حنیفه مدد میطلبند رحمه الله. البته که این نمودی طلبی مدد کردن از مرده ها، همه نمودی طلبی مدد از مرده ها حرام است و شرک اکبر است. چرا که طلب کردنی چیزی که غیر از الله به انجام همان چیز هیچ کسی قادر نه از غیر الله، این شرک اکبر است. طلب کردن کمک از غیر الله در حالتی که تنها الله کمک کرده میتواند، غیر الله کمک کرده نمیتواند، پس این شرک اکبر است. کمک کردن، مدد کردن، فایده رسانیدن، ضرر رسانیدن، این همه در دست الله است. هر کسی که از مرده، از مزار، از قبر، از کسی نباشد، از انبیا و صالحین و ملائکه طلبی کمک، طلبی مدد بکند، پس همان مرده را به الله برابر کرده. به غیر الله یک کسی دیگر را دعا کرده، عبادت کرده، دعای مسئلت کرده و مشرک شده و کافر شده است و این چنین انسان مشرک است. سبحان الله. حتی مشرکای قریش از اون بت‌هایشون طلبی کمک نمی کردند، از این لات، منات، عزا طلبی کمک نمی کردند، بلکه می گفتند که اینها بین ما و الله شفاعت کننده است. مشرکا چرا مشرک شدند؟ طلبی شفاعت کردند. اما طلبی کمک کردن باز از طلبی شفاعت دیده وزنین‌تر است و شرکش آشکارتر و سخت‌تر است. پس ای مردم، از غیر الله طلبی کمک نکنید. الله سبحانه و تعالی میگوید و من یدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. هر کسی که دعا کند، طلب کند، طلبی کمک، البته دعا هست، دعا این طلب است، دعا این طلب کردن فایده یا که طلب کردن از الله که ضرر را از من بردار، جلب المنفعه و دفع المضره، همین دعا هست، به همین عبادت هست. هر کسی که دعا کند غیر از الله را، یا که هر کسی که دعا کند با همراهی الله غیر الله را، هم الله را عبادت کند، نماز کند و هم غیر الله را دعا کند، طلب کند، طلبی کمک کند، بداند که یک به خودش معبود دیگری گرفته و به همین کارش هیچ حجتی ندارد، هیچ برهانی ندارد و حساب این در نزد الله است و الله کافران را نجات نمیدهد. الله در این آیت صراحتا آشکار بیان کرده است که هر کسی که به غیر الله چیزی دیگری را باز دعا میکند، این مشرک است و این کافر است. سبحان الله. اما ندانستن عذر نمی شود. یک کسی نفهمیده، ندانسته غیر الله را دعا کند، از غیر الله طلبی کمک کند و دعا کند، نفهمیدنش، ندانستنش و حتی اگر گمان کند که این عملش خوب است، در راه هدایت است، این یگانته از این عذر نمیشد، بلکه این انسان مشرک است و کافر است. چرا؟ برای آنکه تمام مشرکا، همه مشرکا در هر دور و زمان فکر میکردند که اونها هدایت یافته‌اند. افأنبئکم بالاخسرین اعمالا، آیا به شما خبر بدهم از اون خسارت زده ها در اعمالهایشون؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا ويحسبون انهم
یحسنون صنعه. آنهایی که در این حیات دنیا گمراه شده و از راه بیراه شده اند و باز گمان میکنند که اونها کار خوب کرده اند، یعنی شرک را انجام میدهند، مشرکند، خود را به آتش جهنم در آورده ایستاده اند، باز گمان کرده اند که همین راهشان خوب است، همین راهشان هدایت است. یعنی همه مشرکان راه خودش را خوب گفته هدایت گفته میگند. اتخذوا من دون اولیاء، اتخذوا من دون الله اولیاء و یحسبون انهم مهتدون. بجز الله یک اله دیگری را اولیای خود گرفتند، بجز الله یک قبر مزار اولیای را دعا کردند، طلب کمک کردند و باز گمان کردند که اونها هدایت یافتند، اما اینها کافرند. پس طلب کمک کردن، بارک الله فیکم، از غیر الله، این انجام دادن عبادت به غیر الله است. این به مانند سجده کردن به غیر الله است. این به مانند طواف کردن در گرد قبر یا مرده در گرد غیر خانه کعبه است. این به مانند ذبح کردن به جن و به قبر است. این یعنی شرک اکبر است. پس هر کسی که طلب میکند کمک میکند از مرده، از پیامبر، از رسول، از ملائکه، از انبیاء، از مزار، از اولیاء، این به شرک اکبر واخورده و این مشرک است. و هر کسی که همچنین انسان را میبیند، میفهمد و هیچ شک و شبهه در اون نمیموند که به شرک اکبر واقع شد، باید این انسان را تکفیر بکند و به اون انسان واجب است که این انسان را تکفیر بکند. دیده و دانسته تکفیر نکند، خودش هم مشرک میشود. الله المستعان.